وخت کې بیا دا د خوش د کلي بارکزیان او پوپلزیان چې دي راځي د شرق په یوه سیمه کې چې خوږیاڼی ورته وایي، اصلا خوږیاڼی دی، خو دوی که څوک یې خوږ کي، څوک یو قصه څوک بل قصه، اصل داستان چې دی خوږ خوږیاڼی دی. خوږ هغه په ګي لیکل کېږي که نه؟ بله 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 هغه یو ریش ټکی یې لاندې ټکی یې پاس لري که نه؟ بله بله بله. او بیا ګوره خو بیا دلته یو ډېره په زړه پورې خبره ده که نه، دغه د شغنان چې په بدخشان کې دی، دغه خلک چې دی هم خپل ځان ته خګنوني وایي. خګنوني یعنی په هغه ری لیکي چې یو ټکی لاندې یو ټکی پاس لري. صحیح دی ما کوشان صاحب. دا که دوی اوس مثلا داسې یو دغه تاریخ بیان کی، اوس دغه کوم خلک چې د کاریز د سیمې نه د ایوب خان په وخت کې دویم نړیواله جګړه چې د انګلیس سره د افغانستان وه، دوی که ووایي چې مونږ په دغه وخت کې راغلي یو بدخشان ته، بیا منل کېږي، ځکه چې په همغه وخت کې د دې سیمې خلک د ایوب خان سره لاړل. څوک د خیوګنو چې ده که نه، دا بیا یو ډېر لرغونی ټبر دی چې څه د پاسه 3000 کاله د مخه د دې نوم د اوستا په کتاب کې ذکر شوی ده. او دوی نو څه د پاسه دغه مخکې تر اسلام نه د هېپتالیانو سره دې سیمې ته راغلل. یعنی دغه خګنوني چې و دغه آخرین یا وروستنی آریایي ټبرونه و چې د مرکزي آسیا نه بیا د آمونه واوښتل، راغلل دلته په تخارستان کې. کوشان صاحب فقط من یک مورد دیگر هم در قسمت هپتالیا گفتیم، مثلا اما پادشاه اولشان که خوشنواز، اینیا برای خوگیانی و یا کدام ارتباط داره؟ آقای پیس یک لحظه من معلومات ما تمام کنم. اینا مثل پشتونا وره یک زندگی قبیلوی داشتن، یعنی اینا هم از 5 قبیله ساخته شده بودن. بله دقیقا. مثل اینمی کوشانیان که بودن، اینا هم 5 قبیله بودن. اونم مشهورترینش دایشونمی قبیله یوچی بود، ولی اونا 5 قبیله بودن. و می خاطر اینا رو به نام یوچی ها یاد میکنن. یعنی اونو 4 قبیله دیگر که تازیا میبندن و اینی هپتالیا که بودن، اینا باز هم 5 قبیله بودن و یکی از این قبیله های از اینا اینمی خگنونی بود که به نام خگنونی که اینا رو به نام هونهای سرخ هم یاد میکنه، چون مردم خوگیانی که هستن یک پیک شراب که برشان بیتی باز بینیایشان سرخ میگه. بلکل الافونی یک چیز طبیعی هست دیگه. ولی ما همین چیزی که خوانده بودم کوشان صاحب، در جنگ دوم باز اینا میرن در سمت میشه از یاد نرم، مثلا یک قبیله دیگه از این هپتالیا به نام لاچین بودن. اینا مثلا اون قبیله لاچین نمانده، اون منحل شده در دیگه قبایل، ولی نام لاچین به شکل آچین تا هنوز زنده است. در نگه‌ها یک ولسوالی است به نام آچین. بله بالکل. ولی اینمی خگنونی، اینمی مردم خوگیانی که هستن، و یا مثلا اینمی آچین و یک 2-3 قبیله دیگه بود، اینا کلیش اتحادی از یک قبایل بودن که در تاریخ به نام هپتالیا یاد میشن. که اون یک تعداد از اینمی قبیله اون تا به امروز روز هم در بدخشان زندگی میکنن، که امی قبیله یفتلی که هست، نه اون خود دری زبان هستن، ولی مقبولترین مردم هم هست. اصل نسبشان که از این مردم عبدالی که در قندهار زندگی میکنن یکی است. اصل نسبشان یکی است، زبانهایشان فرق میکنن. بله. امی معلوماتی که ما داشتم در می منطقه که گفتم در قندهار، از اینجا باز دمو وقت غزنی هم رفتن این مردم خگنونی و در قندوز هم رفتن و در ننگرهار هم، که البته اینا دینی غلط است. لالای بارز مزرعت این چیزی که تو میگی به این شکل نیست. تو شاید میگی یک تاریخی نمیگه که این در تاریخ فرشته نوشته شده و او دیگه قدر زیاد مدار اعتبار نیست، به خاطر که بسیار یک تاریخی است که به غرض سیاسی نوشته شده و به خاطر یک غرض نوشته شده، به خاطر از که بازن تر گپا با وجود بیه. الان که اتر نیست برادر قند فامیلی اینمی امی قبیله خوگیانی که هست، خوگیانی اینمی
یکی از کهن‌ترین قبایل آریایی است و این قبیله خوگیانی در حدود 3000 سال پیش ایده کجا زندگی میکرد؟ در غرب منگولیا زندگی میکردن. اینا در غرب منگولیا زندگی میکردن و باز وقتی که اقوام ترک و مغول زمینای از ایران اشغال کردن، اینا آیسته آیسته آمدن، فهمیدی، از سردریا تیر شدن در این مناطقی که امروز به نام تاجیکستان و ازبکستان یاد میشه، در این مناطق سرازیر شدن. باز این در عصر هپتالیان وقتی که اینا یک امپراتوری را در تخارستان به وجود آوردن، باز این بقیه قبایل که آریایی بود اینا هم از اونمو آسیای مرکزی کوچیدن آمدن به افغانستان. یعنی تاریخ از این مردم خوگیانی که است پیش از اسلام میرسه. یه طور نیست که برادر قند فهمیدی که این مردم یعنی مثلا در عصر احمد شاه بابا یا بعد از او باز اینا از قندهار آمده باشن ننگرهار. نه هدف مر نفهمیدین. هدف مایی بود که در دیگه جاهای نقاط افغانستان که زندگی میکنن فعلا در قندوز و در ننگرهار، اینا اصل در قندهار جابجا بودن. من نمیگم، پیش از اون تاریخ من نمیفهم. من اینی را معلومات دادم که یعنی چی وقت اینا آمدن در سمت شرق زندگی کردن. خوگیانی داریم نه؟ بله. که خوگیانی داریم که خوگیانی است که او به موری که یک نقطه بالا و یک نقطه پایان داره به اون نوشته میشه. یکی هم خوگیانی داریم که او به گاف نوشته میشه. بله. باز ما یکی دگام داریم به نام خاکوانی که او باز در ملتان پنجاب زندگی میکنند اوجا. بله. فهمیدی؟ باز اینا بله. خاکوانی که هستن اینی باز اونو خوگیانی های هستن که به گی نوشته میشن و اینا از قندهار رفتن دوجه. بله امیر براتون. باز اون یک تعداد از اینمی خوگیانی هایی که به گاف نوشته میشه اینا رو به نام ماکو خوگیانی هم یاد میکنن. بله کوشان من با شما موافق هستم. ولی اینی خوگیانی هایی که در ننگرهار زندگی میکنن فهمیدی اینیا که اصل نسب از اینا که از این مردم جاجی، کت مردم جاجی و کت مردم شغنان، اصل نسب از که است یکی است. اینا اونمو هونهای سرخ هستن. اینا همی هونهای سرخ هستن. یکی از قبایل هپتالیان بودن اینا. همی هونهای سرخ. شونا خواه اقوام نه اونهای سپید هم داشت و هون زرد هم داشت. باز دما بین از دوام مثلا کیداری هم بودن. نه اینی مردم بودن، ولی اینی خوگیانی هایی که در ننگرهار زندگی میکنن و اینی خوگیانی هایی که در شغنان زندگی میکنن اصل نسب از اینا یکی است. ابتالی یعنی عبدالی منظورتان است؟ بالکل. بله ما میرم. در بدخشان یک قبیله یک قوم است، خود قوم میگن دیگه، قوم یفتلی. میدونی زبانشان دری است، ولی اینمی قوم یفتلی که هست اینمی مردم و اینمی مردمی که امروز خود درانی میگن. بله. اصلا نسبی از یکیست. بله. عبدالی و یفتلی اینا یک رقم مردم است. بله. شما رشته‌تان از کوشان صاحب. برهانالدین ربانی هم که بود اونمو هم یفتلی بود. بله و نسبش یفتلی یک وقت اگر یادتان باشه معاون رئیس جمهور هم بود در افغانستان در زمان داود خان. بدون شک. خب این مردم بدخشان که خب اگه آدم تو ببینه مثلا این مردمی که خود ساگزه یا سحاق میگن یا این بقیه قبایلی که خود را هپتالی میگن یا مثلا خود را کوشانی میگن، نه اینا خود نمی کلگیش اینا از راه بدخشان آمدن، در داخل جغرافی افغانستان شدن و اینا در وقتی که در داخل جغرافی بدخشان آمدن بازایش اینا از خود یک تمدن را یعنی مرکز خود را اول اوشه قرار دادن. و وقتی که ما بدخشان میگیم هدف ما تخارستان است دیگه، یعنی منطقه‌ای که در غرب در شرق بلخ است. از بلخ که به طرف شرق میری یعنی منطقه به نام تخارستان یاد میشه تا به می بدخشان و از بدخشان تقریبا یک کمکی او طرفتر یعنی واخان و اینی مناطق هم در برگیرنده از اونمو بدخشان میه تخارستان میه و اینی مردم تخارستان اگه او مثلا کوشانیا بودن آمدن در تخارستان اما اولین دولت خود تخارستان جور کردن، باز از تخارستان رفتن در جنوب
هندوکش در بگرام پایتخت جور کردن، باز یک پایتخت خود در پشاور جور کردن و باز این تخارستان دیگه بیخی لا دادن. اینمی تو هپتالیان که آمدن اونا اولین مرکز خود را در تخارستان جور کردن. و یا پیش از اون مثلا ساکا که آمدن، این قبایل ساکا که آمدن مرکز خود را اول در تخارستان جور کردن، یعنی به اون مردمی که در تخارستان زندگی میکردن به اون در آمیختن و باز از اونجا کوچی در آمدن همه تا رفتن این به طرف سیستان و بلوچستان. نه که سیستان خودش نام برگرفته از اونمو ساکا است، نه برگرفته از نام ساکا است. کوشان صاحب اگر لطف کنین در آینده اگر وقت پیدا کردین یک ویدیوی در همین مورد خگنونی، خوگیانی، خوخیانی و اسم دیگه یادم رفت، خاکوانی اگر لطف کنین بسیار خوب خواهد شد. و ما اصلا نسب از این مردم که هست یکی است. و مثلا امروز مردم شغنان که هستن زبانشان فرق میکنه ولی گرامر زبانشان فهمیدی و امو الفبای زبانشان عیناً مثل زبان پشتو وارث. یعنی در زبان شغنی فهمیدی؟ در زبان شغنی فقط نون وجود نداره و لی وجود نداره دیگه، عیناً مثل پشتوی الفباش مثل زبان پشتو وارث. عیناً اونا شی دارن، گی دارن، ای دارن فهمیدی در الفبای خود. در بسیار زبانهای دیگه از این منطقه نیست ولی در زبان شغنی و در زبان پشتو است. اما سوال در اینجا است که کوشان صاحب باز اینا این الفبایی را که استفاده میکنن آیا با الفبای پشتو ارتباط عربی دیگه بالکل عربی خودشونی نو جور شده ولی خویی مانای از این نداره که این مردم شغنان پیش از اینکه الفبایشان جور شود زبانشان وجود نداشت. زبانشان وجود داشت فهمیدی الفبایشان نو جور شده و وقتی که نمی خود مردم شغنان برای خود الفبا جور میکردن فهمیدی زبان خود را الفبای پشتو را به خود انتخاب کردن، چون نمی الفبای زبان پشتو که است فهمیدی اونا هم ضروریات زبان شغنی را پوره کرده میتونه. مثلا ما در پشتوی مردم وزیرستان که است اونا یک دانه ای دارن یک دانه یا دارن که مثل ای تلفظ میکنن مثل ای. او در پشتو برش پرتا یا میگن، پرتا یا نیت یک رقمی تو در زیر کش میکنن پرتا یا میگن. اون در زبان شغنی اونمو پرتا یا هم است. یعنی زبان پشتو که است 6 دانه 5 تا یا میشناسه به 6 رقم نوشتهش میکنه. از ما باز اونم 5 تا یاست نه؟ اگده یا لنده یا اینا در پشتوی مردم افغانستان که است باز اونم مثلا ما اون 4 تا یا داریم به 5 رقم نوشته میکنه. 5 رقم نوشتهش ولی در زبان پشتو که است در کل 5 رقمی ها است که به 6 رقم نوشته میشه. همینی و اینا در زبان شغنی هم که است اونمو 6 رقمی ها وجود داره. بله. مثلا یک ما ای داریم، ای داریم، ای داریم، ای داریم نه؟ و یکی هم ای داریم که بس فقط که دنبک نوشته میشه که برای اسم مؤنث میه خپلواکی جنی نه؟ ولی اون یکیش ای که است و باز او فعل امری است وسکی کنه. اینا باز در پشتو مثلا مردم پاکستان باز دوش اونا یک پرتا ای دارن که او رو باز مثل ای تلفظ میکنن زو ای نه انت تلفظ میکنن و اینمی پرتا ای در زمان شغنی هم است. اونا هم خی دارن هم تت دارن نه مثل چوکی چلورلاره چارندوی نه ای دارن مثل خپلواکی جنی انتو. یعنی الفبای زبان شغنی که است عیناً مثل زبان پشتو است عیناً. و زبانشان هم ذخیره لغاتشان هم که است مثل ما ورست. مثلا مردم شغنان و نمیگه که چطور استی میگه چرنگه
یعنی چنگه یا سرنگه ترنجه هم چه دلتا ما سر